سلام، من آرمینم. اینجا بلو کافه است. میخواستم راجع به یه چیزی حرف بزنم. کارشناس نیستم، جامعه شناس نیستم، صرفا تجربه زیستی خودم به عنوان یک جوون که الان 22 سالم و قبلش نوجوان بودم. یه چیزی که شاید ما خیلی تجربه کردیم، سر و کله زدن با خانواده‌مون. اینکه اونا برای ما تصمیم میگیرن چی بپوشیم، چی کار کنیم، چه رشته‌ای بریم و ما رو تحت فشار میذارن. شاید فکر کنید یه ذره حرفای من بعد آموزی داره، ولی به نظرم واسه اینکه پیشرفت کنی باید از این پدر سالارانه بودن در بیای. حالا درسته اسمش پدر سالارانه است، ولی میتونه توی خانوم ها هم بروز کنه، میتونه توی مادر هامون هم بروز کنه. یعنی اینکه یک نفر اون بالا نشسته و توی خانواده و برای ما تصمیم میگیره که چی کار کنیم. خانواده همیشه احترامش برامون واجبه، اینکه به همون کمک کرده بیایم بالا و به همون کلی چیز یاد داده، به همون محبت کرده. اما هر کاری دوست دارید بکنید، هر جوری دوست دارید لباس بپوشید، هر جوری دوست دارید فکر کنید، هر جوری دوست دارید رفتار کنید. وقتی تحت فشارتون گذاشتن مخالفت کنید. اگه میخوایم یه جامعه داشته باشه و پیشرفت کنه، باید به نظر من، شادم اشتباه بگم، من کی باشم که 100% درست بگم، ولی به نظر من از همینجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه که ما، اگه مثلا مامان من گفت که وای پسر مگه موهاشو رنگ میکنه، پسر مگه موهاشو بنفش میکنه و من مخالفت کنم باشه، اولش براش توضیح میدم، میگم که مادر من دوست دارم، تصمیم شخصیمه، به هیچکی هم آزار نمیرسونم، ولی اگه بازم مخالفت کرد من کار خودم رو میکنم. اگه مامان من گفت که حق نداریم شبا بری بیرون، حق نداری بری مهمونی، حق نداری هیچ کاری کنی، به همین راحتی من میرم تابوها رو میشکنم و احترامشون رو دارم و سعی میکنم متقاعدشون کنم. ببخشید تو دهنم یه لحظه نچرخید. سعی میکنم که متقاعدشون کنم، ولی اگه متقاعد نشدن من کار خودم رو میکنم. ببخشید صدای داداشم. متقاعد نشدن کار خودم رو میکنم و البته اگه حرف منطقی زدن بهش فکر میکنم، اگه منطقی بود اونو عمل میکنم. یعنی اینجوری هم نیستم که از تجربه اونو استفاده نکنم. مثلا گفتم مواد بکش، خب اونو دارن درست میگن، ولی توی ببخشید شارژ دوربینم تموم شد، بریم ادامه حرفامو بزنم. خلاصه این که باشون مبارزه کنید، مخصوصا تو مسائل شخصی. مبارزه نه اینکه برید دعوا کنید، جدل کنید فلان. مامانم هم اومد از بیرون. یعنی اینکه باشون گفتگو کنید، ولی اگه اقناع نشدن کار خودتون رو ادامه بدید و حتی گاهی رادیکالتر اون کار رو انجام بدید. مثلا نمیدونم، کاری که دوست دارید و روش تاکید کنید و انجام بدید و به نظرم اینجوری جامعه بهتری داریم. جامعه بدون اون فرهنگ پدر سالارانه میتونیم داشته باشیم. ببخشید اگه از بیرون صدا میاد. و همین دیگه، شروع کنید، اجازه ندید کاری کنن، از زندگی خوش بگذرونید. خداحافظ. صبرم کنید. و این نظرم گفتم نظر شخصیه، الزاما نمیگم درسته. در آخر یه چیز بگم سریع تا بیرون سر و صدا میاد. این که به نظر من زیست کنید، برید بیرون زیست کنید، خودتون رو محدود نکنید و خوش بگذرونید. آره دیگه، کلان به ایجاد نباشه و اینکه مبارزه کنید.
با اون فرهنگ پدر سالارانه این که ما تو کشورمون داریم و بی احترامی هم نکنید. خلاص همین. خدافظ. مسخره. بای بای. راستی آموزش عکاسی هم گذاشتم، یعنی میذارم، نمیدونم اولین میاد یا اون، ولی برید ببینید چقدر حرف میزنم.